عزیزای خداوند، خیلی خوش آمد هستین. در همه خوش آمد میگم، چه عزیزایی که اینجا هستین و چه عزیزایی که ما را از فضای مجازی دنبال میکنین. موضوع امروز عنوانش هست چرا فقط در انجیل نجات ما به کمال میرسه. کلام خداوند در رساله رومیان باب 1 آیه 16 و 17 میگه که زیرا از انجیل سرفکنده نیستم، چرا که قدرت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد، نخست یهود و سپس یونانی. زیرا در انجیل آن پارسایی که از خداست به ظهور میرسد که از آغاز تا به انجام بر پایه ایمان است، چنان که نوشته شده است پارسا به ایمان زیست خواهد کرد. تعلیم و یا همون آموزه نجات یک از تعلیم‌های بسیار اساسی در ایمان مسیحی است. واژه و یا کلمه‌ای که عیسی مسیح به خاطر از او بر صلیب شد و بار و معنی بسیار شگفت‌تر و عمیق‌تری از او واژه داد. واژه یا کلمه نجات در ادبیات یونان باستان سوتریا خوانده میشه. واژه قابل توجه نبود، یک واژه بسیار معمولی و دایره استفاده از او محدود و سطحی بود. اما کار عیسی و خبر خوش معنی مفهوم واژه را عمیق‌تر و پرکاربردتر ساخت. اگر ما براییم و دوستان و آشنایان ما خبر خوش انجیل بشارت بدیم و مانند رسولای عیسی مسیح بگیم که در عیسی مسیح ایمان بیاور که تو و اهل خانه از تو نجات پیدا میکنین، اولین سوالی که ممکن است این دوستان داشته باشن این است که نجات از چی؟ ما که در آسایش هستیم، رفاه خودت داریم، سلامتی رو داریم، از چی نجات پیدا بکنیم؟ چه چیزی ما رو تهدید میکنه که ما از اون نجات پیدا بکنیم؟ این یک سوال بسیار عالی است و چیزی است که باید از این مسئله فکر بکنیم. من شخصا خیلی دوست داشتم که وقتی که در مورد مفاهیم کلمه نجات در ایمان مسیحی صحبت میکنیم ما او را در 5 دسته خلاصه بندی بکنم، چرا که در اندازه انگشتای یک دست از ما بود و او وقت خیلی کاربردی‌تر و راحت‌تر بود و راحت‌تر در ذهن از ما میشست و ما میتونستیم او را حفظ بکنیم. ولی خوشبختانه مفهوم این کلمه در ایمان مسیحی بسیار بیشتر هست و ما نمیتونیم او را در 5 دسته خلاصه بکنیم، اما ما میتونیم اون را در 7 دسته خلاصه بندی بکنیم. و همونطور که میدونید که عدد 7 در ایمان مسیحی عدد کاملیت هست، عدد خداوند هست و اگر پیدایش به یاد دارین خداوند در 7 روز آسمان و زمین و هر چیزی که در او بوده خلق کرد و همه چی کامل بود. پس عدد 7 عدد کاملیت هست و این به طور سمبولیک در واژه نجات هم خلاصه میشه و واژه نجات و یا کلمه نجات در 7 دسته‌بندی تقسیم میشه و نجات به معنی که نجات کامل خود ما از انجیل دریافت میکنیم. حال اگر نجات ما در انجیل به کمال میرسه، پس ایمان مسیحی بایستی ما را در تمام بعدهای زندگی ما و در آخرت شناسی ما نجات بده. دکتر ویلیام بارکلی در تفسیر نامه در رومیان اون 7 آموزه را اینطور طبقه بندی میکنه و من این تفسیرش را خواندم، تفسیر در رومیان، و در همه توصیه میکنم که این کتاب را مطالعه بکنید. بسیار کتاب کاربردی و خوب هست. اولین چیزی که اولین نجاتی که ما داریم و ایمان مسیحی ما را از اون نجات میده نجات از بیماری ها هست. ایمان در عیسی مسیح ما را از بیماری های جسمی و روانی نجات میده. انجیل متی در ما شفای کسی را گزارش میده که 12 سال تمام در رنج و در سختی بود و ایمان او به عیسی مسیح او را شفا داد. متی باب 9 آیه 21 او با خود گفته بود اگر حتی به ردایش دست بزنم شفا خواهم یافت. و همه ما در یاد داریم که این شخص او زنی بود که 12 سال دچار خونریزی بود و وقتی که از پشت سر عیسی مسیح رفت و ردای از او فقط دست زد و در او وقت خونریزی از او قطع شد و شفای خداوند بر او جاری شد.
و یا ایمان به عیسی مسیح نه تنها قادر در شفای جسم از ما هست، بلکه او قادر است که جان، روان و نفس ما را هم شفا بده. انجیل لوقا باب 8 آیه 36 کلام خدا میگه که کسانی که ماجرا را به چشم دیده بودند برای ایشان باز گفتند که مرد دیو زده چگونه شفا یافته است. آیا این داستان را در یاد داریم؟ بله، این داستان همون داستانیه که عیسی مسیح دیوها را از اون مرد بیرون میکنه و دیوها از عیسی مسیح خواهش میکنن که اونها را در درون خوک‌ها بفرستن. دومین نجاتی که در ایمان مسیحی داریم نجات از خطر است. ایمان به عیسی مسیح ما را از خطرهای زندگی نجات میده. وقتی که کسی دیگر را در کنار خود نداریم و دستمان در جای بند نیست، وقتی که وحشت و ترس تمام وجود ما را گرفته، و یاد بیاوریم که وقتی که طوفان شد و جان همه شاگردان را تهدید میکرد و همه سراسیمه بودن و همه در یک حیرت بودن که چه کار بکنن، چطور عیسی مسیح با یک نهیب طوفان را آرام کرد. انجیل متی باب 8 آیه 25 کلام خدا میگه که پس شاگردان آمده بیدارش کردند و گفتند سرور ما چیزی نمانده غرق شویم، نجات مانده. و عیسی مسیح اول آمد و اونا را یک کم توبیخ کرد، سرزنش کرد و بعد از او با یک نهیب او طوفان آرام کرد. و یا وقتی که پتروس در سمت عیسی مسیح بر روی آب رفت و وقتی که نگاهش از عیسی دور شد، ترس او را گرفت، وقتی که باد دید، وقتی که طوفان دید و در درون آب فرو رفت و عیسی مسیح با گرفتن دست او که سمبولی است جهانی از کمک و یاری برای همه ما، با توسط از این گرفتن دست او را از آب بیرون کشید و او را نجات داد. انجیل متی باب 14 آیه 30 میگه که اما چون باد را دید ترسید و در حالی که در آب فرو میرفت فریاد برآورد سرور من نجاتم ده. سومین نجاتی که در ایمان مسیحی داریم و یا سومین چیزی که ایمان به عیسی مسیح و ایمانی که انجیل در ما معرفی میکنه ما را از نجات میدن، نجات از عفونت زندگی هست. مشکل دیگری که ایمان به عیسی مسیح ما را از نجات میده، نجات از عفونت زندگی هست. هر چقدر که انسان پرتلاش باشیم، هر چقدر هم که سعی کنیم که خوب و درست زندگی بکنیم، باز هم در یک دنیای سقوط کرده زندگی میکنیم و خواسته یا نخواسته در عفونت از این دنیا آلوده میشیم. زندگی پاک و پارسایانه در این دنیا کار ساده ای نیست و یا خود کار از محالات باشه، کار بسیار محال باشه، ولی ایمان در عیسی مسیح و انجیل ما را از این عفونت و انحراف نجات میده. در کتاب اعمال رسولان باب 2 آیه 40 میخوانیم که پتروس با سخنان بسیار دیگر شهادت داد و ترغیبشان کرد، گفت خود را از این نسل منحرف برهانید. و ادامه آیات وقتی میخوانیم میبینیم که در همون روز 3000 نفر تعمید گرفتن و این نجات دریافت کردن. چهارمین نجاتی که در ایمان به عیسی مسیح داریم نجات از گم شدگی هست. من فکر میکنم یکی از اساسی ترین مشکل زمان ما و نسل ما که شاید در نسل‌های گذشته در این حد نبود، مشکل گم شدگی است. هیچ نسلی در اندازه ما در خود و از خود گم نشده بود و همه از ما میتونیم در این شهادت بدیم. امروز حتی ما در بدیهیات زندگی گم شدیم، مانند هویت، شخصیت، جنسیت و معنی زندگی. ما گم شده ایم، گم و سردرگم زندگی. ولی عیسی مسیح در ما میگه که این در انجیل لوقا باب 19 آیه 10 زیرا پسر انسان آمده تا گم شده را بجوید و نجات بخشد. پس عیسی مسیح و ایمان به انجیل میتونه ما را از این گم شدگی، از این خطر نجات بده. و پنجمین نجاتی که در ایمان مسیحی داریم این نجات از گناه هست. و ایمان مسیحی، ایمان به عیسی مسیح تنها راه هست و تنها
ایمان است که میتونه ما را از گناه نجات بده. خدا جهان را در کاملیت آفرید. این رو ما در پیدایش میخوانیم و میخواست که انسان در اون کاملیت در حضور از او زندگی بکنه و با او رابطه داشته باشه. ولی انسان راه خودش را رفت و با نااطاعتی از او گناه وارد جهان شد و همچنین هستی ملعون شد و یا مورد لعنت قرار گرفت. مزد و یا ثمره گناه مرگ است طبق کلام خدا. انسان قادر به تاوان پرداخت تاوان گناه خودش هم نیست، چرا که هر چی که ما داریم از خدا هست، هم کلمات از ما، هم انرژی از ما و هم کارهایی که خوبی که میتونیم بازی انجام بدیم، اینا رو خدا در ما داده و با از این کارها ما نمیتونیم که دین خدا در خدا پس بدیم و انسان دین خودش نمیتونه در خدا ادا کنه. ولی خدا در عیسی مسیح در کمک ما آمد تا گناهکاران را نجات بخشد. انجیل متی باب 1 آیه 21 میگه که او پسری به دنیا خواهد آورد و تو او را عیسی نام خواهی نهاد، زیرا او قوم خود را از گناهانشان نجات خواهد بخشید. ششمین نجاتی که ما در انجیل و در ایمان به عیسی مسیح داریم نجات از غضب الهی هست. نااطاعتی انسان لعنت وارد جهان کرد و میکند و همچنین غضب و قهر الهی را، چرا که خدا عادل است و در عدالت و قدوسیت او گناه جای ندارد و بنابراین غضب و قهر او صادر شده. اما او محبت هم هست. واژه‌ای که در کتاب مقدس به عنوان از این محبت خداوند استفاده میشه آگاپه هستن. این محبتی به قید و شرط. چاره چی بود؟ خدا پسر یگانه خود را یعنی عیسی مسیح را در جهان فرستاد تا به واسطه خون و قربانی کفاره کننده او ما را با خودش آشتی دهد و ما را از غضب خود نجات بخشد. رساله در رومیان باب 5 آیه 9 میگه که پس چقدر بیشتر اکنون که توسط خون او پارسا شمرده شده ایم و واسطه او از غضب نجات خواهیم یافت. و هفتمین نجاتی که در ایمان مسیحی داریم، نجات در پیروزی نهایی عیسی مسیح. کار نجات با این شش مورد در پایان نمی‌یابد، بلکه ما در بازگشت ثانویه عیسی مسیح در موقع رنج‌ها و بلاها اول در آسمان رو بوده باشیم و او رنج‌ها و سختی‌های زمان آخر ما اگر زنده باشیم در اون وقت ما اونا رو تحمل نمی‌کنیم، اونا رو ما تجربه نخواهیم کرد و بعداً با او در زمین باز خواهیم آمد و در پیروزی کامل از او عیسی مسیح بر این دنیا و رئیس این دنیا یعنی شیطان به نجات کامل خود دست خواهیم یافت. رساله اول پتروس باب 1 آیه 5 دمانی تو تعلیم میده که و شما نیز به قدرت خدا و با واسطه ایمان محفوظ هستید برای نجاتی که از همکنون آماده شده است تا در زمان آخر به ظهور برسد. آن موقع دیگر در حضور او و با او سلطنت خواهیم کرد. پس به خاطر از این 7 مورد ما نجات کامل خود را فقط در ایمان به عیسی مسیح و در ایمان انجیل دریافت میکنیم. و ما یک خیلی خلاصه تر میگم برای اعضایی که نتونستن یادداشت بکنن آموزه نجات به چی معنی هست در ایمان مسیحی. معنی اول از اون نجات از بیماری هست، هم بیماری جسمی و هم بیماری روانی. دومین نجاتی که ما داریم نجات از خطرها هست و زندگی پر از خطرات هست تا وقتی که ما زنده هستیم. و سومین نجاتی که داریم نجات از عفونت و یا انحراف‌های زندگی هست. همه فرهنگ‌ها کم یا بیش و همه فرهنگ‌ها این انحراف دارند و ما در این جامعه زندگی می‌کنیم و غیر ممکنه که اون ما را آلوده نسازه. فقط عیسی مسیح میتونه ما را از اون نجات بده. و نجات، چهارمین نجاتی که داریم نجات از گمشدگی هست. گفتیم که یک از
اساسی ترین مشکل نسل از ما و زمان ما هست این مشکل، و عیسی مسیح میتونه ما را پیدا بکنه و از گمشدگی نجات بده. پنجمین نجاتی که داریم نجات از گناه و ثمره گناه هست که بردم مفصل توضیح دادیم که چرا فقط ایمان عیسی مسیح و قربانی کفاره کننده از او میتونه ما را نجات بده. و ششمین نجاتی که در ایمان مسیحی داریم نجات از غضب الهی هستن، و هفتمین نجات از ما که نجات از ما را کامل میکنه نجات در پیروزی نهایی عیسی مسیح در زمان آخر هستن. در فیض و برکت عیسی مسیح باشین و تا موضوع بعد خدا نگهدارتون.